یعنی من از این گربه خیلی میترسم، یه وقت سمت من نیاد. نه از گربه سمت سگ نمیاد. ایوا سلام. قلبتون رو ندید دست کسی که دوستش دارید، بدید دست کسی که دوستتون داره. آخ قلبم شکست. کس چیه؟ عزیزم چرا داری گریه میکنی؟ اصلا قصه نخور، تو هر موقع دلت گرفت اینجا تو شونه هست، تو میتونی پاهاتو بذاری روش. ولی سالها طول کشید تا فهمیدم تصمیم‌های زندگیم از تصمیم کبرا یه نقطه بیشتر داره. رفقا آمدیم باشگاه بدنسازی و بوکس اینا. ایشالله بعد 2 بعد شیرکی کشیده حتما میان تمرین میکنه. شنیدی میگن آدم چقدر کم شانسه؟ اگه من همین الان 1 گرم طلا بخرم باز ترام میره واسه عراقچی ساک میزنه. راستی داداش میدانستی قدیم چرا این شمشیر جو 2 شقه بودن؟ نه چرا؟ این شبا میذارنش رو شار صبح برن جنگ. شما رو نمیدونم ولی من شانسم در حدی تخمیه که اگه حتی برم بهش باز ساعت 7 صبح بیدارم میکنه بلند شه یه خاور قرآن اومده باید خالی کنی. امروز رفتم 1 کیسه خون ادا کردم، 2 کیسه خون بهم تزریق کردن تا به هوش اومدم. دکتره به جای تشکر بهم میگه دیگه این ورا پیدات نشه عوضی. بی این همه فیلم آشپزی دیدی یک غذا نمیتونی درست کنی. تو که این همه فوتبال دیدی چه خری شده بینم. این ساندویچمون خاصه، کالباسش مال ننه عباسه. خیلی رفتن مست کنن ولی مست کردنشون. بیا ماشین اکیپتون رو پیدا کردم. به نظر شما اینجا الان کی حال میده؟ باید پیغاممو دریافت کنی. سگ خیلی موجود با وفاییه، یه تیکه چی که بهش میدی همیشه قدانته. بابا فخو سگورم بگیر الان معرفه این با منی بگیر روی. من لبام تیره شده چیکار کنم روشن شه؟ چیزی مصرف میکنی؟ شیره، تریاک، سیگار، یه ذره نبات با بابات به ما رو لبات. یه ضرب المثل قدیمی هست میگن که برق‌خوارا رو برق نمیگیره. نظر شما چیه؟ تو فکر کردی قلبمون شکستی؟ قلب من گلس داره. اگه بخوام از شانسم بهت بگم من حتی خونه هایی که تو بچگیم با چادر و بالش درست میکردی من مستاجر بودم. دیدی چی شد دیشب مستش کردم؟ چه حالی داداش؟ آره داداش. داداش من الان یادم اومد دیشب به من عرق دادین منو کرد. هر موقع فیلتر هوا باز میکنید حتما داخل اینجا رو اینطوری یه باد بگیرید. مگه نه اوستا؟ فقط تو ایرانی که برای حمایت از حیوانات مرغ میپزن میدن سگ میخوره. بلند شو باید بزنشی بلند شو. مامایی تو نمیدونی من افتا چیم. اگه مامانت بهت نگفته پسرم. داش مرتضی بخواب تو خواب دعوام شده بخواب. شما کی جرأت کرد با تو دعوا کنه؟ بخواب. چیه تو هر وقت میای نق میزنی؟ آقا یه خیار قلمی حداقل جلومو بذاره. خیار قلمی ندارم بذارم جلوت. خیار محلی دارم بذارم پشتت. بی نه. متینی اسم 3 تا پرنده بگی؟ بله. بفهمه. مینا. بله. کاسکو. بله. تو. ما که پرنده نیستم. خب خیلی دیگه شاید پریدی. زیف قمار میکند. میگم به کی را؟ دختر گلم فردا تولد مامانت، میخوام براش کفش بگیرم. میگم سایز پای مامان چنده؟ تا صبح لنگاش رو شونه تو از من میپرسی. خدا بهمون رحم کرد. اومدم بهش بگم خسته نباشی، زبونم نچرخید گفتم خسته نباشی. خوبه کارت ملی پیشم بود وگرنه الان افغانستان بودم. سلام آقا، انگور کیلویی چند؟ کیلو 60 تومن. اون پایین که میدن کیلویی 20 تومن. اینا انگوره اونا انگوره. عمو
تو جان مطمئنی انگشت در بیاره غرق میشه؟ اصل شنا همینه. تو دروغ میگی. خب نگاه کن ما در آوردیم. ما گفتم غرق میشه. اینقدر ضرر و زیان در مورد سیگار تو روزنامه نوشته که آدم مجبور میشه دیگه روزنامه خوندن رو ترک کنه. به نظرتون من داشت مهدی چه نسبتی داری؟ چیکار کردی با دلم با؟ سلام آقا مهدی. سلام داداش. قیمت چند؟ 800. آقا مهدی آشنای داداش شما هم 500 قدیمو بده. Aldrima. جینگ سورپرایز اینجا رو برات خریدم عشقم. واقعا جدی میگی؟ نه بابا دارم میرم بشاشم اینه خوبی. آخه کی رو سیب زمینی تخم مرغ سس میزنه؟ کی رو قرمه سبزی زنجبیل میریزه؟ پارکینگ و ویو برج خلیفه پوز نیست، سبک زندگیمه. آخ تو برج خلیفه دادم پوز نیست، سبک زندگیمه. بچه‌ها پورشه پامنار. پورشه چی؟ پامنار. کمربند ایمنی ببر. من اعتقادی ندارم. حالا هر وقت افتادی چوبا رفتی چونه اعتقاد پیدا میکنی. آقا هر کی از ما ناراحته بیا از دلش در بیاریم بذاریم یه جا دیگه‌اش. سلام نوکرتم فدات شم. سلام برسون خانواده رو قربونت کس. قدیم که تلویزیون نبود سرگرمیتون چی بود؟ سرگرمی ما همین بچه بازی میکردیم. ما ذات رفیق نداریم و یه رفیق داریم که ذات ارزش داره. مخلصیم. محمد اینو یه دقیقه بگی پیاده میشیم. بابا اینو بگیر. بابا بگیرش بابا مردم فکر میکنن ما چونی. آقا روزاتون قبول باشه. قبول نباشه. سلامتی. خودمون. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. تا بزن فاصله گلگیر باز شه. بزن حواسم هست. عالیه ماشاءالله. آفرین دخترم. آفرین. سمت راست برو. سمت راست. دنیا این چیه کردی تو کامره من؟ شیلنگ دست منه. چی شد؟ آجی فکر کنم لنت همه مشکل خورده. لنت فروشی. بعدشم آقا زشت. آقا این چه کارش میکنی؟ پسران زهر و مغزی میشه. چه ربطی داره مغز چیه همون؟ آقا مغزش تو کونشه. آقا تابستون داره تموم میشه.